سلام به همه دوستان عزیز با احترام. دوستان مدتی بحث فدرالیسم مطرح میشه. البته اینکه اصلاح طلبان انتخاب کردیم چون شامل البته طیف زیادی میشه که منظور اصلاح طلبان حکومتی است که مدت هاست این نامه رو ساز کردن و در هیچ مسئله راه حلی پیدا نکردن، چه زمانی که سر حکومت بودن چه زمانی که نبودن، ولی حتی برای حجاب هم ندونستن این مشکلی حل کنن، این مشکل عمده رو. ولی برای پاشوندن کشور و مملکت فعال بودن. به قول معروف نه اینکه بگیم مثلا طیف دیگرش که کلی زده به سر کشور، اصولگرایان اینا همه میدونن بالاخره امت سازی کار همین آقایونه. تو بین این هم محسن رضایی که هر رو از بر تشخیص نمیدم فدرالیسم اقتصادی رو مطرح کرد و جلیلی هم مثلا پرچم عراق به گردن میندازه. خب اینا همه از یاد میبرن، مثلا چیزی که این وسط فراموش میشه در حقیقت خود مملکت، خود ایرانه. یادشون میره 8 سال جنگ میهنی داشتیم، هزاران کشته و بازمونده موندن، جواب اونا رو چی باید بدن؟ مسئله اینجاست که اصلاح طلبان برخلاف قانون اساسی تا دستشون به جایی در حکومت بند شده صحبت از فدرالیسم. آخه کتری و سرخود که نمیشه با سرنوشت کشور بازی هست. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق دنبال همین مطلب بود و به اصطلاح عنوان رئیس دولت اصلاحات هم یدک میکشه. بارها گفته فدرالیسم مطلوب ترین شیوه حکومت. وقت ایشون گفته که ما در وزارت کشور 10 منطقه هم مشخص کردیم و خودشم اذعان کردیم منافی با قانون اساسی. خب اگر منافی قانون اساسی شما مجری قانون اساسی هستی، موظف است قانون اساسی رو رعایت بکنی. اگه کسی خلاف اون عمل کرد باید تو بازخواست کنی، نه خودت. و حالا می‌بینیم من رو ارث خرس به کفتار رسید. عارف معاون ریاست جمهوری پزشکیان که خب تکلیفش معلومه، پانتور که ایشون هم میگه که همین حرفا رو میزنه. و یا محمود صادقی یکی از این اصلاح طلبان میگه که مثلا اگر ما این جزایر ایران رو به عربا بفروشیم پول کلونی هم میتونیم به دست بیاریم. خب آقا با این دولت مردان به اصطلاح ما نیازی به دشمن هم داریم. یه مطلبی از شاید فراموش شده سالها پیش، یه مکالماتی رو وقتی که یکی از این روزنامه نگارای اصلاح طلب همین به اصطلاح خارج کشور اومده بود، نیکاهنگ کوثر، یه نواری داشت، نوار صحبتش با مهدی رفسنجانی، پسر رفسنجانی معروف. در اون نوار مهدی رفسنجانی به وضوح میگفت به کنگره توصیه کنید، یعنی معلومه یه رابطه‌ای داشتن دیگه، که تحریما رو شدت ببخشن. خب واقعا نشانه بهتر از این میتونیم ما پیدا بکنیم که این اصلاح طلبان چجوری تیشه به ریشه مملکت میزنن. خودشون در رأس حکومتن، از مواهبش برخوردارن، میخوان تحریما تشدید بشه، مملکت بیش از بیش به فلاکت بیفته. و این مسئله رابطه اینا با کشورهای خارجی هیچ وقت روشن نشده که اینا چه روابطی دارن، به چه علت چنین رابطه هایی رو دارن. بردن الکی چند روز زندان کردن و بعد اومدن گفتن خبری نیست. یه مشکل بزرگ دیگه هم که داریم این که همه گروه های جدایی طلب داریم، فدرالیست، اصلاح طلب و هویت طلب و اینا داریم. همه اینا هم که رابطه با دولت‌های خارجی رو دارن ولی راحت هم تو ایران میگردن، مستر امور هم هستن و کارم دستشونه. ولی اگه یه نفر یه حرفی علیه مملکت بزنه مثلا به سلطه میکشن. چجوریه که اینا آزادن؟ میتونن علیه
استقلال و تمامیت ارضی مملکت فعالیت کنند. خب اینا مشخصه که خب دشمنان ایران که یکی دوتا نیستن. ما میدونیم برخی از اینا با ترکیه رابطه دارن، برخی اینا با اسرائیل که خواستار کوچک شدن کشور ایرانه. خب این طرحش رو اون برنارد لوئیس داشته و همه دوستان میدونن. خب او اصلا اولین بار توصیه کرده که برای تسلط به ایران باید اونو بر اساس قومیت تقسیم کنیم. همون گفته که باید کشورهایی با اسم آذربایجان جنوبی، کردستان، بلوچستان، عربستان ایجاد کنیم. خب این تأمین اگر حقوق اقوام مد نظر باشه، خب اینا هزاران سال با هم در کنار هم زندگی کردن. یک همبستگی ملی و بینشون وجود داره. حالا شما میخواید اینا رو از هم جدا بکنید، عوض اینکه بیایم به حقوق برابر شهروندی تکیه بکنید، به اینا شکل بدید و قوام پیدا بکنه، مملکت بهتر قوام پیدا کنه، اون میخوایم بیایم اینا رو جدا بکنیم. واقعا یعنی آدم سر در نمیاره در کشوری که هر کسی یک کلمه علیه حکومت میگه هزار جو براش برنامه درست میشه، چجوریست که کسی معترض این جماعت نیست؟ مگر اینکه بگیم که قول من بخشی از حکومت در حقیقت دستیار ایناست و به اینا کمک میکنه. نسخه فدرال برای کشور ما مناسب نیست، برای اینکه فدرال برای ایجاد واحد بزرگتر از چند واحد کوچکتره، نه اینکه یک واحد بزرگ مثل ایران رو بیایم تجزیه کنیم به واحدهای کوچکتر. بعد یه استدلال میکنن که این دولت متمرکزه و دیکتاتوره. خب کجای این حکومت متمرکزه؟ این حکومتی که رئیس جمهورش یه سازی میزنه، رهبرش یه ساز دیگه میزنه، هر مولای هر جا دلش میخواد آب یه منطقه رو میبره طرف خودش. این مملکت بلبشوست در حقیقت. شما میخوایم به این بلبشو بیشتر دامن بزنید. خب مسئله دیگه که میگن که همین که الان تو یکی از دوستان گفت که میگن که حالا شما هوادار تمامیت ارضی و ملت ایران هستین، مثلا ملامت میکنن که شما فاشیستین. فاشیست خودشونن، برای اینکه هوادار یه فدرالیسم قومی هستن. یعنی یک ناسیونالیست قومی یعنی عقب مونده ترین شیوه حکومتی که ممکنه تو دنیا وجود داشته باشه. فکر میکنن که مثلا حکومت فدرالیسم میتونه مثلا غیر متمرکز باشه. ابدا غیر متمرکز نخواهد بود. میبینی گاهی اوقات بیشتر متمرکز میشه. تجربه های کشورهایی مثل هند و غیره رو نگاه بکنید، همه شاهده. و شکست مسئله فدرالی رو ما به چشم خودمون توی کردستان عراق دیدیم. اینا ادعا کردن و بعد مدت ادعای خودمختاری کردند و نفت هم فروختند و تا اصلا به دولت مرکزی هم جوابگو نبودن و بعد که با شکست خوردیم برنامه و اینا بیش از 4-5 میلیارد دلار بدهی از خودشون جا گذاشتن که حالا معلوم نبود یه تیکه اون به اصطلاح اقلیم کردستان با 4-5 میلیارد واقعا میشد سوئیس خاورمیانه. چجوری چیکار کردن؟ این بدهی بابتی چی بوده؟ بعد همونجا نگاه کردیم و دیدیم که چه بلایی سر کردهای دیگه اومد. کردهای ایران شدن درجه 2. ترکمنهایی که اونجا بودن به زور میخواستن شناسنامه واسهشون شناسنامه کردی صادر کنن. به هر حال مرزکشی و دیوار سازی بین مردم به بهانه اینکه زبان متفاوتی دارند و قومگرایی رو
تبلیغ بکنن همون آپارتایده و چیز دیگه ای نیست. حالا یه جایی رنگ پوسته، یه جایی آپارتاید جنسیه، یه جا به حال جداسازی مردمه و این موجب تفکیک و جدایی مردم میشه و این خلاف اصول شهروندیه. بعدم به هیچ وجه الزامی نداره، یعنی اگه فدرال شدن حتما دموکرات معلوم نیست بشن، بلکه همین دیکتاتورهای کوچک میشن. ستم ملی و مسئله ملی رو حل نمیکنن، در واقع از یه شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنن و همون ظلم و ستم اجحاف ادامه پیدا میکنه. منتها تبدیل میشن به یه اماراتهایی که کشورهای بزرگ راحت میتونن تو سرشون بزنن. با یه کشور بزرگی که استقلال داره، قدرت داره، به این آسونی نمیتونن باش طرفشن، ولی به سر همچین کشورهای قشنگ میزنن و ثروتشون رو میتونن به یغما ببرن. به هر حال این عرایضی بود که میتونستم خدمتتون بگم. ممنونم از تحملتون.